Assalomu alaykum ustojon, naqdi so'zi. Salom alaykum dodar joni, ma Saadi a bacha chiko kadi. Choko ustod, ha, da ke tez biyo, tez گفتم یک برادری هنرمند داریم راست گپ تمام موضوع سرود میخونه غریبی مادر وطن عاشقی تویونه من خواستم که سعدی جون خودت هم سرود فهمی بسیار وقت میدونم که سرودای رحمتی کرامت رو تکرار به تکرار میخونی آواز شیرین داری گفتم اگه یک جای هم برادر رو گوش کنیم حلاوت بریم تمام قبول استاد شما چیزی بگی قبول دلشاد این چیزا رو هم دلشاد گفت میام کجا رفتم من دلشاد رو دیدم گفت اخو اومده سوای نه همونجا اومده سولی بجمه بچه تز سوخی رستم من دیر کردم استاد چی شما چیکار بعدا مفاد سلامت شما تینجی سراسیما استاد تینجی سعدی جان آزی گفتم یک برادر هنرمند داریم راست گپ در همه موضوع سرود میخونه آوازی خوب داره آواز شیرین داره در موضوع وطن داری در موضوع مادر غریبی عاشقی تویونه همه موضوع سرود بهترین میخونه ما گفتم یک جویش دبریم برادر 4 تا گوش کنیم حلاوت بریم ای زور میشه که با عصبا آروم بشه رفتیم کجا انتظارم رفتیم دیگه صبح میشه شکر بیم مرحمت بیم نوری دیده السلام علیکم شما لحظه قربان استاد باور کردم استاد در بیرون نام تو نگرفت گفت یا جمعه سورپریز کردن رمضان جان قربان بسیار بچه مهربان در هر کجای باشی خدا باشد نگهبان سلامت باشیتون این اوساز دسترخوان بسیار هنرمندی خوشخوان با سلامت باشیتون سلامت باشید نباشید مرحمت مفتون که برادر رمضان یک بلوک ای سیزون مسیحتو را پزون توی دانه را ارزون قبول بادیل جان قبول سلامت باشید شما بسیار خوش آمدم سلامت باشید مرحمت خیلی با میشینیم قربانوف میخونه گوش میکنیم همه کسا قربان شما قربان استاد رمضان قربان ما و سعدی قربان خدا باشد نگهبان خیلی ما باید گذشتگان خود رو فراموش نکنیم ما بسیار شادروان پدر شما رو عمک شما رو شادروان استادی شاه صنعت تاجیک شادروان کرامت‌الله قربان رو به نهایت دوست می‌داریم بخصوص سعدی جان بسیار ترانه‌هاش رو می‌سروین ما پیروان کس هستیم حتی من شعر نوشتم برای روح ارواح استاد عزیزمون و خرسند از اون هستیم که امروز شما را می‌بینیم پیروی مکتب اون کس هستین فخر میکنیم سعدی جان و دلشاد جان بله برای گوش کردن ترانه‌هاش ما اومدیم اگر اجازه باشد مشتیم شما با جان 4 تا برای ما زمزمه کنید حلاوت برید سلام باشید مرحمت بسری دسترخوان مرحمت استاد نگفتن نماند که برنامه قبلی پیش از این یک برنامه داشتیم رمضان جان قربان از ایجادیات برادر خود عمک مهربان خود استاد صنعت تاجیکستان از شادروان کرامت‌الله قربان ترانه‌ها سراییده بودند و در این برنامه رمضان جان قربان از ایجادیات خودشان ترانه‌ها را بهر ما و شما پیشکش می‌گردونند. مادرم جان و جهانم مادرم چشم و چراغم مادرم ای بینازم قلبی پاکت مادرم ای فدایت شوم مادرم مادرم جان و جهانم مادرم چشم و چراغم مادرم ای بینازم قلبی پاکت مادرم ای فدایت شوم مادرم
دوستانمون دوستان عزیز پادپیچکوی گرامی قدر هرچند در غریبی هستن هم خاصه استاد پادپیچکوی ما بسیارش این سرود گوش کردن بسیار درد کردن مادر خود را یاد کردن سلامت باشی استاد بهترین بهترین سرود تشکر زیاد اکاجانو خیلی که گفتیم یک سرود در باره غریبو شود البته میشود رمضان جان قربان سرایی در وصف غریبان الهی هر کجا باشی خدا باشد نگهبان زندگی روشن باشد به مثل ماه تابان من میدونم که سعدی جان هم با سرودی بهارم یک جو میسنه در نگاه
آفرین آفرین ترانه بهترین با صدای شیرین چی گفتی دیر شدی؟ سعدی جان به اینجا بشین لبلبی جوی بار میرای گلباره چیدم خنده کردن و آز کردم مرا ندیدم لبلبی جوی بار میرای گلباره چیدم انا خنده کردن و آز کردم مرا ندیدم شیراز داری در دلکی ناز کن بگو شیراز داری لبلبی جوی بار میرای گلباره چیدم خنده کردن و آز کردم مرا ندیدم لبلبی جوی بار میرای گلباره چیدم خنده کردن و آز کردم مرا ندیدم بهترین سرود اینک دوستان عزیز داماد عروس رو به خانه بخ گسیل میکنیم حافظان باز روی دوما میدید بار دیگر خوش آمدن دوستای عزیز خوش آمدن چه خیلی که گفتین ذره هم باشه توانسته باشیم اگر دل یک شخصی رو خرسند کرده مقصد ما هم است که خرسند کردن یک شخصی دیگر البته خرسند شده باشن این افتخار ماست سلامت باشید بار دیگر خوش آمدن قربان جان شما هم سلامت باشید برادر عزیز تا برنامه آینده زنده باشید پاینده نوارگیرنده محمد به شما هزار رحمت ما شما را کردیم دعوت نکرده رد انا ما شما را میکنیم که داد برنامه رو کنید جدت